سلام دوستای عزیز، با آموزش یک سالاد کلمه رستورانی در خدمتتونیم. کلمه رو خوب بشورید، با چاقو وسط نصف کنید. بعد از اون با رنده ریز کلم و هویجه رو رنده کنید. خیلی مهمه که رنده ریز باشه. در این حد ریز بشه. بعد از اون یه لیوان آب گرم، یک کم نمک بهش اضافه میکنیم و میذاریم نیم ساعت تو دمای محیط همونجوری بمونه. بعد از این نیم ساعت خوب آبشو میگیریم و به یه ظرف جدید منتقل میکنیم. بعد به مقدار دلخواه بهش ماست، سس مایونز، فلفل سیاه و کشمشامون رو اضافه میکنیم. خوب هم میزنیم و 2 ساعت میذاریم تو دمای یخچال، مواد خوب به خورد هم برن. نوش جان.